یک نوجوانی که هنوز هم سنش او قدر بالا نرفته بود میگوید که پدرش بسیار آدم منحرف بود، به بیراه کشانیده شده بود، نماز نمیخواند، پدرش بیخی قبله را نمیشناخت که کدام سو است. اما این نوجوان به مسجد میرفت و اوجا از امام مسجد قرآن را یاد میگرفت، قاری قرآن بود. میگه روزی آمد پیش امام مسجد گریه کرد، گفت ما چه کنم که پدرم او قبله را نمیشناسد، پدرم نماز نمیخواند، پدرم به دین و به ایمان و به چیزا و به گفا اصلا باور ندارد. لذا جناب مولوی صاحب مرا راه را نشان بدید، ما چه کنم، ما چه خدمتی میتوانم برای پدرم بکنم؟ امام مسجدشان گفت که بعد از گذشتن 2 ثلث شب و باقی ماندن 1 حصه شب بخیز 2 رکعت نماز بخوان، وضو بگیر، 2 رکعت نماز بخوان و دعا بکن. ایشان میگه عادتا هر شب میگه بعد از گذشت 2 حصه شب و باقی ماندن 1 حصه شب میگه میخیست دعا میکرد و گریه میکرد برای الله سبحانه و تعالی. شبی از شبها پدرش در سفر بوده است، شبی از شبها ناوقت ساعت 2 بجه 3 بجه پدر از سفر بر میگردد، آهسته کده دروازه را باز میکند، داخل خانه میشود. هنگامی که در دهلیز خانه داخل میشود صدای گریه را میشنود، کنجکاو میشود که ببیند چه کسی گریه میکند. آهسته کده دروازه ایلاس داخل اتاق بچهش میشود، این بچه خردسالش رو به طرف قبله نشسته است و گریه میکند. خدایا پدرم را هدایت کن، خدایا قلب پدرم را از نور هدایت پر بگردان، خدایا یا الله سینه پدرم را از نور پر بگردان. دعا میکند و گریه میکند، دعا میکند و گریه میکند. این صحنه را وقتی که پدر میبیند یک انقلابی در او میاد، یک تغییر. میرود غسل میکند، بر میگردد پشت سر بچهش استاد میشود بدون اینکه بچهش متوجه شود، 2 رکعت نماز میخواند. هم شروع میکنه 2 رکعت نماز میخواند، او هم شروع کرده است 2 رکعت نماز میخواند. بعد از اتمام نماز این بچه کوچکش دستش بلند کرده است میگه پروردگارا پدرم را هدایت کن، یا الله لطف کن، یا الله قلب پدرم را پر از نور بگردان، یا الله در پدرم تغییر بیاور. پدرش پشت سر میگه آمین آمین. آهسته آهسته وقتی بچه بسیار با صدای بلند گریه میکند پدر را گریه میگیرد، پدرم گریه میکند. یک وقتی میبیند صدای گریه پدر بلند میشود، بچه نگاه میکنه پشت سرش، پدرش سر جانماز نشسته و گریه میکند، او در بغل میگیرد پدرش را تا صبح هر دو گریه میکنه. و این بود آغاز تغییر و تحول یک پدر به اثر و برکت دعای یک فرزند. أينما كنا أينما